متاسفانه بعضی نفران مشروبات سپیرتی را از می و ریزیات استعمال نموده در بازار و دیگر مکانهای جمعیتی با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را ویران نموده باعث آزار شهروندان میگردند. کارمندان مقامات میلیسای پایتخت هفته جاری یک چند دلیل در حالت مستی ویران نمودن ترتیبات جمعیتی را آشکار و نسبت نامبردگان چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شدند. از جمله شهروند بابایف هاشم حکیموویچ سال تولدش 1984 استقامت کننده شهر دوشنبه در حالت مستی در نزد بازارچه ژلمسی واقع در کوچه صدرالدین عینی نویه شامنصور شهروندان و اطرافیان را دشنام و حقارت‌های قبیح نموده ترتیبات و آرامی را دغلانه ویران کردند. نسبت به آنها با ماده‌های 460 مایده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب سود نسبتشان جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. اینچنین شهروند بردیف خورشید بابا مرادوویچ سال تولدش 1978 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اکرامی نیز از جانب کارمندان میلیسیا برای تحقیر و دشنام شهروندان بازداشت گردید. نامبرده نیز در حالت مستی در بازارچه ژلمسی واقع در کوچه صدرالدین عینی نویه شامنصور ترتیبات جمعیتی را ویران نموده است. نسبت نامبرده نیز پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد.